سلام، خوش اومدید به این آموزش. احمد زقاقی هستم از مجموعه 3D Off Studio. توی این آموزش میخوایم 2 تا ادان رو با هم بررسی بکنیم که برای عملیات انیمیشن دوربین ها سرعت کار ما رو افزایش میدن. ادان اول ادان ترن اراوند هست. از قسمت ادان ها اون رو سرچ بکنید و فعالش بکنید. به این صورت هستش که من اگر بخوام دوربین رو حول این آبجکت انتخاب شده انیمیت بکنم و انیمیشنش رو بسازم، خیلی راحت میتونم از قسمت انیمیت، قسمت ادان ترن اراوند کامرا، عملیات ایجاد انیمیشنم رو انجام بدم. اگر من روی گزینه ترن اراوند کلیک بکنم، بر اساس پارامترهایی که اینجا مشخص شده عملیات انیمیشن من ایجاد میشه. استارت فریم روی 1 هست، اند فریم روی 250 و توی محور زد عملیات روتیشن انجام میشه. روی ترن اراوند کلیک میکنم، همونجوری که میبینید عملیات انیمیشن دوربین ستاپ شد. برای اینکه بتونم انیمیشن رو خطی بکنم، از گراف ادیتور نورمالایز رو کلیک میکنم و تی رو میزنم، اینترپولیشن لینیر رو انتخاب میکنم. به این صورت انیمیشن یک نواختی رو من الان توی 250 فریم دارم. میتونیم توی زاویه‌های دیگه هم اون رو بچرخونید یا عملیات چرخش رو با زدن این گزینه ها برعکس بکنید. خب بریم سراغ ادان بعدی. ادان استورد ویو هست. به این صورت سرچش بکنید و اون رو فعال بکنید. ادان استورد ویو به ما کمک میکنه که عملیات دوربین گذاری رو خیلی سریعتر انجام بدیم. از قسمت ویو تب استورد ویو رو اینیشیالایز کلیک میکنیم و الان میتونم با استفاده از گزینه نیو کامرا دوربین هام رو توی هر زاویه‌ای که هستم ایجاد بکنم. به این صورت من الان 3 تا دوربین رو خیلی سریع ایجاد کردم و با استفاده از این گزینه‌ها میتونم بینشون سویچ بکنم. حتی میتونم عملیات سویچ کردن رو اینجا انیمیت بکنم. من روی این گزینه کلیک میکنم و مارکر کامرای اولم رو اینجا ایجاد میکنم. کرسر رو حرکت میدم توی تایملاین و مارکر دوم رو اینجا ایجاد میکنم. به این صورت مارکر سوم رو هم ایجاد. خیلی سریع من میتونم به این صورت عملیات دوربین گذاری رو انجام بدم. گزینه های دیگه هم داره که میتونید ویویی که دارید به آبجکت نگاه میکنید سیو بکنید و اونها رو به این صورت بینشون سویچ بکنید. پیشنهاد میکنم حتما از این ادان توی کارهاتون استفاده بکنید و زمان رو صرفه جویی بکنید. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.